شبی پدری به پسرش گفت پسر بلند شو سنگ یمنی همسایمون رو بگیر که آردو بکشیم مادرت نون بپزه. همینطور که حرف می زدن گربه‌ای داخل خانه شد. پسر گفت این گربه رو من 10 دفعه کشیدم، یمنه. پدر گفت خب باشه برو نیم گزه خانه همسایه رو بگیر تا ببینیم مادرت از قالی چقدرشو بافته. پسر گفت من 10 دفعه دم گربه رو متر کردم، نیم گزه. پدر ناراحت شد و گفت حداقل بلند شو ببین بیرون بارون میاد یا نه. پسر گفت این گربه همین حالا از حیاط اومده، دست بکش روش ببین تره یا نه. اگه تره یعنی بارون اومده. پدر که دید هر کاری به بچه میده از زیرش در میره گفت خب بابا جون بلند شو یه قلیون چاق کن بکشیم. پسر که دید این کارو نمیتونه دیگه کلک بزنه گفت بابا همه کارا رو که من کردم، این یکی رو دیگه خواهشاً خودت انجام بده.